بیایید با قصه پیامبران بزرگ خدا آشنا شویم. قرآن کریم بهترین و زیباترین و دلنشین‌ترین کتاب دنیاست. خدای مهربان در قرآن کریم با ما سخن گفته است و حضرت محمد صلی الله عزیزترین پیامبر خداست که قرآن رو برای ما آورده است تا ما با خواندن و فهمیدن و عمل کردن به آن در دنیا و آخرت سعادتمند و خوشبخت شویم. حضرت محمد کودکان را خیلی دوست داشت. ما از پیامبر اسلام و خانواده گرامی را خیلی دوست داریم. در قرآن کریم نیز یک سوره به نام حضرت محمد صلی الله آمده است. حضرت عیسی علیه السلام فرزند حضرت مریم بود. او وقتی به دنیا آمد میتوانست در آغوش مادر مهربانش با مردم سخن بگوید. او پیامبری مهربان بود، به فقیران کمک میکرد و بیماران را شفا میداد. ما کودکان مسلمان حضرت عیسی را مانند همه پیامبران خدا دوست داریم. در قرآن کریم سوره‌ای به نام حضرت مریم صلی الله آمده است. حضرت موسی علیه السلام یکی از پیامبران خوب خداست که از همان کودکی همه را به پرستش خدای مهربان و انجام کارهای خوب دعوت میکرد. او با فرعون که پادشاه ظالمی بود مبارزه میکرد تا اینکه روزی فرعون تصمیم گرفت او و یارانش را بکشد. حضرت موسی و یارانش در حالی که از دست فرعون فرار میکردند به رودخانه نیل رسیدند. حضرت موسی به دستور خدا عصایش را به آب زد. ناگهان آب رودخانه از حرکت ایستاد و آب شکافته شد و موسی و یارانش از رودخانه عبور کردند. زمانی که فرعون و سربازانش به آنجا رسیدند تصمیم گرفتند که وارد رودخانه شوند. آنها وقتی به میان رودخانه رسیدند ناگهان آب رودخانه به حرکت درآمد و فرعون و یارانش را گرفتار کرد. آنها هم که آدم‌های بدی بودند و به همه بدی می‌کردند گرفتار عذاب الهی شده و در دریا غرق گردیدند. حضرت ابراهیم پیامبری بزرگ بود. فرزند او اسماعیل نام داشت که بعدها او نیز از پیامبران الهی شد. آن دو به دستور خدا و با کمک هم خانه خدا کعبه را ساختند. مسلمانان هر روز رو به قبله یعنی خانه خدا نماز می‌خواندند. کعبه در شهر مکه قرار داشت. در قرآن کریم یک سوره به نام حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است. حضرت نوح علیه السلام از پیامبران الهی است که عمر بسیار طولانی داشت. او به فرمان الهی یک کشتی بسیار بزرگ ساخت و همه کسانی را که به خدای یکتا ایمان آورده و مؤمن شده بودند را سوار بر کشتی کرد و همچنین از حیوانات اهلی و وحشی تعدادی را به کشتی آورد و وقتی طوفان شروع شد آنها نجات یافتند. در قرآن کریم یک سوره به نام حضرت نوح علیه السلام آمده است.